امروز میخوام 8 تا از سبزی هایی که اثر خوبی در سوزوندن چربی های بدن دارن به شما معرفی کنم. اما اولش باید ببینیم سبزی ها چه چیزی دارن که بتونن بهمون کمک کنن. اگه موافق باشیم با فیبرها شروع میکنیم. فیبرها علاوه بر اون که محیط رو برای رشد باکتری های مفید روده و بهبود سوخت و ساز مناسب میکنن، به خاطر بافت سختی که دارن هنگام هضم و جذبشون انرژی زیادی مصرف میشه و همین مصرف انرژی کمک میکنه که بدن بهتر بتونه وزن و چربی خودش رو از دست بده. سبزیجات علاوه بر فیبر حاوی آنتی اکسیدان ها هم هستند. آنتی اکسیدان ها با از بین بردن التهاب در بدن نقش مهمی در جلوگیری از تشکیل چربی و همچنین کمک به سوخت و ساز بهتر بدن میکنند. اما در میان آنتی اکسیدان ها یک دسته از اونها به نام کاروتنوئید ها نقش خیلی مفیدی در از دست دادن چربی شکمی دارند. کاروتنوئید ها عموماً شامل 3 دسته از مواد شیمیایی با عنوان لوتئین، گزانتئین و لیکوپن هستند. سبزیجاتی که حاوی این 3 ماده باشند تأثیر بسیار خوبی در از دست دادن چربی در ناحیه شکمی دارند. سبزیجات همچنین حاوی مواد مغذی بسیار زیادی هستند. وجود بعضی از مواد مغذی مثل ویتامین کا ثابت شده که کمک میکنه به کاهش چربی در ناحیه شکم. به همین دلیل ضمن تاکید بر این که هیچ غذایی اثر جادویی نداره و غذاهای خوب وقتی میتونن تاثیرگذار باشن که جزوی از یک برنامه غذایی مناسب و متعادل باشن، به شما توصیه میکنم این 8 سبزی رو به خاطر داشته باشید. این سبزیجات حاوی همه اون مواد مفیدی هستند که من قبل از این گفتم و میتونن کمک بکنن شما راحت‌تر چربی هاتون، بالاخص چربی احشاییتون رو از دست بدید.